سلام دوستان، مسئله که این دفعه ما حل می‌نماییم از موضوع قوه گراویتاسیونی میباشد. مسئله 167 از کتاب باز همان ریمکویچ. زیچی میانه زهره 5200 کیلوگرم تقسیم متر کوبی و رادیوس این سیاره 6100 کیلومتر است. شتاب افزایش آزاد را در سطح این سیاره یابید. در سطح این سیاره زیچی میانه زهره 5200 کیلوگرم، زیچی برابر 5200 کیلوگرم تقسیم متر کوبی می باشد و رادیوس این سیاره باشد 6100 کیلومتر. رادیوس 6100 کیلومتر. باید شتاب افزایش آزاد را در سطح این سیاره یابیم. حل: ما اول می نویسیم که در سطح این سیاره به جسم کدام قوه ها تاثیر می نماید. در سطح سیاره اگر وزنی باشد رسمی سیاره را هم تصویر می نمایم. مثال این سیاره زهره، رادیوسش R. جسم در سطح سیاره قرار دارد. با جسم قوه وزنی تاثیر می نماید. قوه وزنی و باز قوه جاذبه و این قوه ها مدولا به همدیگر برابرند. قوه جاذبه برابر است با قوه وزنی و البته در اینجا قوه ریاکسیه تکیهگاه هم به اعتبار گرفته می شود، ولی همین قوه ریاکسیه تکیهگاه مدولا به قوه وزنی برابر است. ما می نویسیم قوه گراویتاسیونی با کدام فرم نمایان کرده می شود. خیلی که ما می دونیم فرم قوه گراویتاسیونی G مسه جسم مسه سیاره و رادیوس سیاره در کوادرات. فرم قوه وزنی باشد mg، یعنی قوه گراویتاسیونی با قوه وزنی برابر می شود. از اینجا m ها را اختصار من نموده g را می یابیم. g برابر g کلان مسه سیاره تقسیم r کوادرات. برای آنکه ما شتاب افزایش آزاد را در سطح سیاره یابیم با ما مسه آن، رادیوس آن و دایره گراویتاسیونی را ما می دونیم. مسه و رادیوس آن لازم می شود، ولی در شرط مثلا مسه نداده است اما را زیچی و رادیوس داده شده است. ما می نویسیم زیچی، فرم زیچی را برابر مسه به حجم، نسبت مسه بر حجم زیچی نامیده می شود و از اینجا m برابر می شود به زیچی ضرب حجم. ولی حجم هم به ما معلوم نیست، از بس که سیاره شکل کره را دارد، کره شکل است و ما می توانیم نویسیم که حجم کره به 4 تقسیم 3 پی ار کوب برابر است که در اینجا r رادیوسی سیاره می باشد، رادیوسی کره و سیاره هم به جسم های کره شکل داخل می شود. اکنون ما از اینجا v را در جایش گذاشته از اینجا m را پیدا می نماییم و m را در اینجا می گذاریم، در اینجا. بعد j را پیدا می نماییم. j برابر j کلان در جای مسه می نویسیم را ضربی در جای v 4 پی ار کوب تقسیم 3 r کوادرات. r کوادرات با کوبی r اختصار می شود و می موند. این طور برای فهمیدن
طور اون رو جدا میکنیم و برابری اینجا برابر رو میگذاریم چون اینجا کم است. ژ کلان 4 پی ار تقسیم 3 و برابری 6.67 ضرب 10 درجهش مینوس 11 ضرب 4 ضرب 3.14 ضرب رادیوس آن 6100 کیلومتر می شود. 6 از 1 ضرب 10 درجهش 6 متر تقسیم 3 برابری آن را با کلکولاتور حساب کرده میبراریم. بله ما در اینجا را از یاد برآوردیم. را در اینجا باز ما را داریم زیچی و در اینجا 5200 5 از 2 ضرب 10 درجهش 3 بعد برابری و این تقریبا برابر می شود به 886 متر تقسیم 31 کوادرات و قریب برابرش به افتش آزاد در زمین. این بود مسئله 167 از ریمکیویچ.